دغه راولم شي وګورم. دین روز ساعت 20 کم 4 بود فکر کنم که از طیارهای بی سرنشین نیره زده راکت دیگه. از ما فضل خدا فامیلای برادرم نبودن، دفعه ختم رفته بودن دیگه. کسی زخمی و اوگار یا نداریم. یک خانه تخریب شده دیگه. این همسایه‌های ما زیاد متضرر شدن. فکر کنم از همسایه‌های ما شهید و زخمی هم داریم، تعدادش نمیفهمم چقدر است دیگه. زخمی شده. دین روز ساعتای 3:30 یا تقریبا 4 ما همینجا در عین جریان وظیفه بودیم که یک صدای بسیار هم تو دلخراش آمد که دیدیم همه یک وحشت دیدیم. نمیروی سرک یگان زخمی و گپا بود دیگه. کلینیک ما در مقابل همی خانه که انفجار شد قرار داشت دیگه. الحمدلله ما خو آسیب ندیدیم. بعض مردم دیدیم مجروح شده بودن دیگه. یک حادثه خیلی خطرناک بود. بیا اینجا رو